ضمن ملاقات رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید تشریف مهمانان را به مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر خیر مقدم گفته راه اندازی گردیدن این واخوری را در سمت گسترش همکاری‌های سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و حکومت مردمی مضافات شنسی جمهوری مردمی چین سریوقتی و ضروری ارزیابی داشتند. ابراز گردید که در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به جلب سرمایه خارجی مخصوصا سرمایه مستقیم که در پیام نوبتی خود ابراز نمودند از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. همین است که در این زمینه گردش سودای خارجی ولایت ختلان با جمهوری خلقی خیتای از سال 2019 تا 30 اپریل سال 2025 به 497 میلیون دلار رسیده است. قید گردید که اساساً از ولایت ختلان به جمهوری خلقی خیتای کلابه رساندگی و پخته صادرات شده به ولایت ختلان واسطه نقلیات، تجهیزات و مالهای نیازی مردم وارد می‌گردند. در نوبت خود راهبر هیئت کاری گوبرناتور حکومت مردمی مضافات شنسی جمهوری مردمی چین جناب جاو گان اظهار داشت که امیدواریم این ملاقات و همکاری‌های سودمند بعدی زمینه استوار فراهم می‌آورد. هدف ما در برابر لایحه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری اساساً بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی است که به این وسیله برای تامین ساکنان با جایهای کاری خالی مساعدت می‌کند. رئیس ولایت همکاری‌های سودمند شریکان خارجی چینی را در سمت رشد ساحه کشاورزی ارزنده حسابیده اظهار امیدواری کردند که ملاقات امروزه در حل مسائل مبرم همکاری‌های هر دو جانب زمینه مساعد می‌گذارد. ضمناً بررسی روند تطبیق لایحه‌های مشترک تاجیکی و چینی در ولایت ختلان و دورنمای همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی میان ولایت ختلان و مضافات شنسی چین در محور ملاقات مذکور قرار گرفته دیگر مسائل ضروری مورد بررسی قرار داده شدند.